سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خسته نباشید، شبتون بخیر. خشایار هستم، تهران. حال شما خوبه برادر عزیز؟ قربان شما خوب هستید آقای انصاری؟ زنده باشید برادر عزیز و بزرگوار. الله مطالب ستون. قربان شما. زنده باشید. مثلا تشکر کنم، خیلی از من امسال واقعا افتاد بود که 30 سال سنی که خدا داده بود مثلا بیوده بگیرم، اونم به دقیقه اهل سنت. الله اکبر. البته یه خود کم و بیش یه مدت بعد از اینکه مشتر محصولم یادتون میاد با شما صحبت کردم و بله بچه رو گفتم موبایل رو قطع کردم و من فکر کردم که منم مثل یکی از اون آقایونم که میپرستن که با یه ادعای چاقو به شکمم فرو رفتن همه چی رو فراموش کنم، اون چیزی که خدا گفته واقعا فراموش کنم. میخواستم واقعا تشکر کنم، واقعا سخت باشید، واقعا زندگی آدم رو متفاوت میکنید و تقریبا کلا سر کارم سه‌شنبه ها رو مرخصی میگیرم که بتونم بیام این برنامه رو ببینم. واقعا ازتون ممنونم. سلامت باشید برادر عزیز. سالیان سال تو گمراهی بودیم، واقعا خرافات بود، واقعا خرافات بود. امیدوارم خداوند ما رو به خاطر این سالها ببخشد. الله اکبر. بیشتر از این وقتتون نمیگم، فقط تشکر میکنم ازتون. خیلی ممنون. مرسی. زنده باشید. سلامت باشید. تشکر از شما برادر عزیز. تشکر از شما. خدا نگهدارتون. برادر عزیزمون مدت کوتاهی است که الله سبحانه و تعالی، فقط الله سبحانه و تعالی به ایشون توفیق داده که پیرو قرآن کریم و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باشه و این افتخار بزرگی است برای ما و اینکه الله سبحانه و تعالی این شبکه رو سببی قرار داده برای هدایت بندگان نیک الهی. برادر عزیز، خشایار شما و امثال شما آقا رسول، شما بندگان نیک الله سبحانه و تعالی هستید. الله سبحانه و تعالی شما را از بین این منجلاب شرک و خرافات انتخاب کرده، شما رو به راه راست هدایت کرده. قدر این نعمت الهی رو بدونید. بزرگترین نعمت در دنیا برای انسان این است که الله سبحانه و تعالی انسان رو هدایت بکنه. 1 سال، 2 سال، 10 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، آخر انسان میمیره. اون زندگی جاویدان آخرت هست که عاقبت والعاقبت للتقوا که الله سبحانه و تعالی میگه، اون زندگی جاویدان در اونجاست که الله سبحانه و تعالی ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بهترین شما در نزد الله سبحانه و تعالی پرهیزگارترین شماست. و کسی که این زندگی رو میفروشه با همه شهواتش، با همه مسائلی که انسان رو به طرف گناه دعوت میکنه، به طرف خوشگذرانی دعوت میکنه، همه اینا رو رها میکنه و به ندای الهی لبیک میگه، این انسان واقعا بنده نیک الهی.